سلام، من مریمم. تو میتونی منو مر صدا کنی و اینجا پادکست خونه است. پس به خونه خوش برگشتی. توی این اپیزود قراره با هم دیگه به تجربه یکی از مهمونامون توی دوره سفر به تاریکی گوش بدیم. سفر به تاریکی یه دوره 3 روزه حضوری و تنها تو دل جنگله که از طلوع خورشید تا غروب به مدت 3 روز توی سکوت و تاریکی با هم تمرینات منظم ذهن آگاهی یا همون مایندفولنس رو انجام میدیم. اگر دوست داشتی تو هم همراهمون باشی میتونی به صفحه اینستاگرام ما به اسم مریم _قطبی پیام بدی. این کلمات از دل 3 روز تاریکی و سکوت متولد شدن. پس امیدوارم قدردانش باشید و با جون و دل بشنوید. راستی بعد از تمام شدن این اپیزود اگر دوست داشتی برای کسی بفرستش تا تو هم دعوتی باشی به آگاهی و عشق. آدم ها میان تو خونه که اینجا یه چیزی به دست بیارن، بعد اصلا اینطور نیست. اینجا اصلا برای به دست آوردن نیست، برای پیدا کردنه، برای اینکه یه چیزی رو که گم کرده بودی تو وجود خودت که همیشه همراهت بود، همیشه دنبالش میگشتی، خیلی جوان باهات بوده و خودت خبر نداشتی، اینجا پیدا کن. بعد به قول مولانا مثلا من همش این شعرشو میخوندم، فکر میکردم که باید بیام بجنگم. مثلا وقتی اومدم تو زندگی فکر میکردم اگه بخوام اینو پیدا کنم، وقتی میخوام دیدار کنم باید بیام بجنگم. میگه باز آمدم چون ماه نو تا قفل زندان بشکنم، از چاه بی آغاز من پران شدم چون باز من تا جغد توتی خوار را در دیر ویران بشکنم. گر پاسبان بیاد که هی وی بریزم جام می، دربان اگر دستم پیش کشد من دست دربان بشکنم. این یکم زمخته ولی دیدم اینجا همه چی خیلی لطیف تره، خیلی لطیف تره. شاید همه اون لطافت رو خواسته به این سبک نشون بده. شاید خیلی باید لطیف تر بود، خیلی باید آروم بود. لطیف مثل نفس، لطیف مثل یه حس نرمه، یه دست کشیدن روی یه برگ، مثل نوازش. خیلی باید لطافت رو تجربه کرد و احساس میکنم که من این 3 شب هر 3 شب کابوس، یعنی برای من هر شبش کابوس از ترسایی بود که همیشه ازش میترسیدم که اتفاق بیفته. هر شب، یعنی ظهرم میخوابیدم کابوس میدیدم، حتی یعنی پر از ترس بود. ولی وقتی بیدار شدم که مثلا این نفس میکشیدم میگفتم خدا رو شکر خواب بود. بعد خدا رو شکر خواب. خدا رو شکر خواب. آره. ولی همه اون احساسا و دردا و رنجا و چیزای سخت و واقعا داشتم تو اون خواب تجربه میکردم و وقتی میومدم بیرون یهو دوباره اون لطافت رو پیدا میکردم و برمیگشتم دوباره به خونم، برمیگشتم دوباره امنیت رو به خودم برمیگردوندم، دوباره اون حس خوب زندگی و بیداری و جشن رو دوباره به خودم برمیگردوندم. الان یه روز دیگه است، دوباره میتونی شروع کنی، دوباره میتونی کیف کنی، دوباره میتونی لذت ببری. و من تنها چیزی که این لطافت، این حسای خوب، این پیدا کردن این ملاقات باعث میشه که من اون انرژی رو تو خودم به گردش در بیارم. فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تن منو شفا بده، میتونه اون زخمای منو، اون اتفاقات بدی که برای من تجربه بوده تو زندگی رو بهبود ببخشه، همینه، همین جاست، همین لحظه است، همین نقطه است، هیچ جای دیگه نیست. همینه که فقط میتونه ذهن منو شفاف کنه، همینه که من میتونم هماهنگی رو تو ذهنم به وجود بیارم، با بدنم به وجود بیارم، با نفسم به وجود بیارم. خیلی لطیفه، خیلی ساده است، ولی با این حال یکم سخته. فقط باید پیداش کنم. سهل و ممتنه که میگن نه؟ ولی این حس رو واقعا با هیچ چیزی نمیشه پیدا کرد. فقط اینجاست. انتظار عجیب غریبی نمیشه ازش داشت، ولی همینی که هست فوق‌العاده است. همینه، همین حس هست که اصلا
تموم میکنه همه چی رو، یه قدم تو رو به سمت جلوتر میبره، اون لحظه رو برات، لحظه های زندگی رو برات شفافتر و باحالتر میکنه. من همش فکر میکنم که چه معنی میده این چیز، ولی واقعا تو این لحظه بودن به زندگی معنی میده. یعنی تو معنی خودتو پیدا میکنی، تو معنی خودتو بهش میبخشی، تو اون تصویر رو زیبا میکنی. برای بعضی شاید معنی نده بعضی چیزا، ولی واقعیت اینه که هر کسی باید معنی خودش رو پیدا کنه، هر کسی باید معنی خودش رو بسازه، ورنه بدون معنی قشنگترین چیزها هم هیچ زیبایی نداره. من اون لحظه، اون کاری که میخوام انجام بدم، اون حسی که میخوام ایجاد کنم برای من معنی میده و برای من یه حسایی ایجاد میکنه. و فکر میکنم که مهمترین مسیری که برای من معنی میده اینه که خیلی جا بتونم خدمت کنم، خیلی جا بتونم عشق بدم، خیلی جا بتونم یه چیزی ببخشم. آخرین چیزی که می‌خواستم نگاه کنم اون درخته بود با پس زمینه آسمون آبی. خیلی قشنگه برای من، خیلی قشنگه. یعنی همش نگاه میاد سمت اون، اصلا برای من مثل یه رویا بود اینجا. خیلی خیلی قسمتاش برای من رویایی بود. یعنی همش فکر می‌کردم دارم خواب می‌بینم، با اینکه بیدار، هوشیار، مرتب، ولی عین خواب. اول که اومدم اینو خریدم دوست دارم. بچه‌ها آره اینجا تو سکوت بودم، صبحی که پا شدم دیدم ستاییشون اومدم، بعد به جون هم افتادم. گفتم شاید دیوونه افتادم اینجا کلاب دیوانه ها دیگه، نمیدونستی؟ آره بعد گفتم چیزی حرفم نمیتونم بزنم، هیچی هم بهشون نمیتونم بگم. چطور بود؟ ستایی برای اینجوری رو بی‌واکنشی چطور بود؟ خیلی اولی سخت بود. آره. خیلی سخت. یعنی حتی امروز صبح هم پا شدم واقعاش نشته آها یعنی همچین حسی داشتم. آره گفتم بشین چون از یه خواب خیلی بد بیدار شده بودم. آره بعد دوباره اومد، دوباره برگشت، دوباره حسش کردم، دوباره دیدم، دوباره ذهنم شفاف شد، آروم شد، بدنم آروم شد، تونستم یکم شمرده تر نفس بکشم. یه چیز خیلی جالب که تو اولین صحبتت همیشه میگم، اون اولین کلمه که وقتی چشاتو باز میکنی، اون اولین جمله گفتی که همیشه خواستم تغییر بدم. آره ولی دیدم تغییر دادنی در کار نیست. آره دقیقا. من فکر میکنم ما بخوایم تغییر بدیم چون از این چیزی که هست خیلی میترسیم گاهن و فکر میکنیم که خب باید تغییر بدم دیگه. اونجایی که میگی ببین بعد از ظهر و ظهرم میخوابیدم کابوس میدیدم و عجیب ترین قسمت دارکنس ریتریت دقیقا همینه، اینکه تو وقتی بیدارم میشی در تاریکی، خیلی متفاوت تره، خیلی متفاوت تره. و اکثر بچه ها مهران سخت‌ترین لحظه ها رو در دارکنس ریتریت بعد از بیداری دارن، بعد از اینکه از خواب بیدار میشن. و اکثریت وقتی از خواب بیدار میشن میگن دلمون میخواد اینو بکنیم. چیه؟ و این مواجهه ما در واقع با تاریکیه دیگه. و اونجایی که تو میگی به خودم گفتم که خدا رو شکر خواب بود. یعنی اون اعتباره رو ازش میگیریم، اون ولیدیشنه رو ازش میگیریم که انگار این واقعیه. و بیا حالا فرض کنیم که یه وقتایی من اینطوری میبینم، میگم بیا فرض کنیم که اون چیزهایی که ما خیلی پنیک میکنیم ازشون تو زندگی، خیلی میترسیم، اونا هم رویا باشه. منظورم این نیستش که ترس وجود نداره، منظورم اینه که اونم یک توهمی که ساخته
سیستم مغز ماست، مغزی که دنبال بقاست و ترس تولید میکنه. آره، مثل یه باوری که به داده میشه. آره. و تو قبولش میکنی باورش. و میخوای نترسی دیگه، چون فکر میکنی ترس خیلی آسیب رسانه، چون ولیدیشن و اعتبار بهش میدی. آره. چون یکی دیگه هم بهش اعتبار داده و تو آره. این خیلی جاها تایید گرفته دیگه. آره. فرهنگ، خانواده، مدرسه گفتن که این ترسه و هست و باید واکنش بدی بهش. و نگاه کن این جاهایی که تو میگی، چند بار تو این چند روزی که من تو داشتیم تمرین میکردیم، نمونش دیشب دیدی چقدر رو یوگی پارس میکرد، چقدر رو یوگی پارس. و من اینطوری بودم که برمیگشتم به تنم، میدم همش داره پیام جنگ و گریز بهم میده. بدن آماده است، تپش قلب، عرق کردن، گرمای تن، که یه پارسه. شبیه همون جایی که تو میگی خواب بود. یه پارسه مریم. و هزاران چیز توی زندگیمون همینه. من فکر میکنم مهران، جایی که با یه نفر بحثمون میشه، یه بحثه، میخواین تغییر بدیم، تغییر دادن. جایی که سهراب میگه دست به پیرایش جهانم نزنید. یه دست نمیخوام، هیچ چیو نمیخوام تغییر بدم. هستی زیباتر از آن است که پنداشته ایم و هستی درون ما هم وجود داره دیگه. هستی ما هم زیباتر از آن است که پنداشته ایم. هر ترسی، هر خشمی. من فکر میکنم ایموشن اولیه، یعنی مبدأ خیلی از ایموشن‌های منفی، ترسه. و ما چون به ترس کانکت نیستیم و از ترس میترسیم، کانکت نمیشیم بهش دیگه و واکنش میدیم. اتفاقی که اینجا میفته اینه که تو هیچ راهی نداری جز این که ترست رو بهش کانکت شی. و بعد میبینی ترس اونقدر ترسناک نیست که بخوای یه کاریش بکنی، تغییرش بدی، نباشه. اجازه میدی باشه. همش ترس اینه که دست ندی به دست نگیری، یا دست ندی. لوپ. هیچ چیزی نیست برای نه دست دادن نه برای به دست آوردن. اینجا اعتبارش ازش گرفته میشه دیگه. میگه ببین نه چیزی به دست میاری نه چیزی از دست میدی. هست دیگه، یه سری چیزاست خیلی هم زیباست، ساز و کار خودش هم داره و در چرخشه. مثل همون جایی که میگیم نه آغازه نه پایان، میچرخه، میاد میره. و بزرگترین مانع اینه که خب ما نمیریم شفاف این ترس ها رو ببینیم. آره. و وقتی که از اون ترس که خیلی سطحش فکر میکنم خیلی پایینه، میای اون سمتی که آرامش هست، امنیت هست، من فکر میکنم خیلی چیزا میاد سمتت، خیلی اتفاقای خوب جذب میکنه، خیلی آدمهای خوب، رفتارهای خوب، هر چیزی که احساس خوشایندی فکر میکنم ایجاد میکنه خیلی بیشتر به سمتت میاد تا اینکه تو اون فضا قرار بگیری. و فکر میکنم آدمای ترسی فقط آدم ترسی رو جذب میکنن. اون حسه هیچ وقت اتفاقا تو زندگیشون احتمالاً ترسا پشت سر هم رقم میخوره تا موقعی که خودشون معنی این ترسا رو برای خودشون تغییر بدن و برسونن خودشون رو به اون حس امنیتی که همیشه تو خودشون بوده و همش دنبالش میگشتن که از کی، از چی، از یه چیزی به دست بیار. مثل اینکه باید فلان ماشین رو داشته باشم، اون مال من باشه، این مال من باشه، فلان پارتنر رو داشته باشم که حالم خوب باشه. ولی همش هم اینجاست. چرا دیگه نمیتونی دنبالش بگیری؟ و همین لحظه هم هست، یعنی همین جا، همین لحظه.
وقتی تو به لحظه کانکتی بهترین پاسخ رو میدی. وقتی به لحظه کانکت نیستی پاسخ نمیدی، واکنش میدی. یه نمونه بارزش مثلا الان یوگی پارس میکنه. خب وقتی من به این لحظه کانکتم الان بدنی رو اسکن میکنم، یه لحظه میبینم، برمیگردم، نفس میکشم، نیاز باشه به یوگی میگم ساکت، نیاز نباشه اجازه میدم اونم کارشو بکنم. یعنی پاسخی که میدی مناسبه. دلیل این که من اینطوری فکر میکنم این که تو میگی میترسیم، آدم ترسو جذب میکنیم، یا وقتی امنیم امنیت به سمتمون میاد، اینه که وقتی تو در ترسی تصمیمات سازنده‌ای نیست تو. چون فقط میدونی من فکر میکنم که تو فقط میخوای از ترس بیای بیرون. خب این میخوای ترسه نباشه میری فلان ماشین رو میگیری، میخوای ترسه نباشه تو فلان رابطه میری، میخوای ترسه نباشه فلان غذا رو میخوری، میخوای ترسه نباشه فلان کارو. انگار هر کاری که میکنی فقط منوط به اینه که ترس نباشه. انگار نیازمنده. آره. خب خیلی چیزای دیگه هست که تو بخوای به خاطرش اقدام کنی. مثلا میگم دو تا نگاهه. یکی این که برای مثال تو بری به سمت اینکه چیزی رو بخوری، غذایی رو بخوری برای اینکه به تنت عشق بدی، بری اون بیرون کار کنی برای اینکه سازندگی داشته باشی، برای اینکه چیزی خلق کنی، برای اینکه چیزی به هستی ببخشی، در چرخه باشی. این عشقه. کیشم اینه که نبرم کار کنم، پول در بیارم، ماشین بگیرم، رابطه خوب داشته باشم. اصلا هم نمیگم اینا بده ها، یعنی یه وقتایی مهران عجیبه اینا بد برداشت میشه تو این فضا. یعنی تصور بر اینه که انگار اینا رو نکوهش میکنه مسیرهای این چنین، در صورتی که به هیچ وجه. ثروت و پول برای مثال یک انرژی وسیع و بزرگه و وای نات که تو داشته باشیش. ولی اینکه تو به چه شکلی به سمتش میری مهمه. یا اینکه در ارتباط بودن یا در رابطه بودن چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. ولی اینکه آیا خواستگاه چیه دیگه؟ خواستگاه ترسه یا خواستگاه لاوه؟ بیچوا این تعیین میکنه. مثل همون ذهن هست، این که آیا اون جایگاهی که داری، اون ماشینی که داری، اون پولی که داری ابزارته یا اصلا خودته. آفرین. این که برای خدمتت بشه، از داری برای اینکه بتونی زندگی کنی، عشق بدی و لذت ببری از لحظه های زندگی به طبیعت، یا اینکه بخوای یا اینکه خودت. منم. آره. این برچسبی که رو خودمون با این چیزا میزنیم خودمون رو خسته میکنه آخر. یعنی همش فکر میکنیم که کلافمون میکنه آخر، میبینیم که بازم نمیرسیم، بازم کمه. چون هیچ کدوم از اینا ما نیستیم دیگه. حتی گفتم توی یکی از تمرین داشتم گفتم آسمونیم. آسمون نه ابره، آسمون نه پرنده است، نه بارونه. آسمون ابر داره، بارون داره. اینه. حالا موضوع اینه که دقیقاً مهران، حالا ما اینا رو یا چیزهای عینی رو مثل ماشین، مثل رابطه، مثل فامیلی، اینا رو خودمون میبینیم و این ایگو میشه دیگه، ایگوی گنده، هیوج ایگو میشیم. یا درونمون ایموشنمون رو خودمون میبینیم، درد تن رو خودمون میبینیم. و اینا یکم به کلمه آوردنش سخته. میگم فقط گاهی انگار تمثیل میتونه کمی کمک کنه که درکش کنی.
و عجیبه که ما مثلا پلن میریزیم، خیلی خنده داره دیگه، که بیایم دارکنس ریتریت، بیایم سفر به تاریکی، بریم خب مثلا بریم یه کاری هم کردیم، بعد میبینی که نه، همون چیزی که تو همون جایی که بودی همونه، این داره همونو بهت میگه. فقط اینجا یه فضاییه که تسهیل میکنه دسترسی تو رو، نه اینکه برم در دارکنس ریتریت که بعد فلان شود بیسار شود، این رو کسب کنم اون رو کسب کنم. یه چیزی گفتی اول صحبت، گفتی کسب کردن نیست، چیه؟ یه چیزی جالبی گفتی، مثل پیدا کردن. آفرین گفتی کسب نیست، پیدا کردن. دقیقا اکسپلوره دیگه. آره پیداش میکنم، میفهمی کجاست چیه الان آره. کدومه از بین این همه صدایی که از اطرافت، از بین این همه شلوغی و کدومه. آره کدومه. ولی قبلش چجوریه؟ قبل از اینکه بیایم اینه که انگار میخوایم بریم به یک چیزی برسیم و یه چیزی رو کسب کنیم، در این مثلا یک آرامشی رو انگار مثلا مهران من اینجام، آرامش اونجاست، خب من برم در فلان دوره مثل ریتریت که این آرامشه رو کسب کنم، بعد میای این که اینجا این درون من بود، اصلا تو این لوکیشنه نبود، در مریم نبود، برای مثلا اینجا بود. و این فضا فقط کمک میکنه که این تو اینو ببینی که ببین همش درونه تا everything. آرامش. مریم اون چراغ روشن که به سمت خودت که تو خودت فقط تو میبینی که اینجاست. آرامش، ثروت، سلامتی، ارتباط، هر چیزی خواستگاهش اینجاست. من نمیگم ماشین درونه توه برای مثال، داریم که خواستگاه و انرژیش درونه توه. آره مثلا به همون دیگه، مثلا این که امروز من این 3 روز درد داشتم، هر 3 روز ولی رنج نکشیدم، این فقط درد بود هست میدونم اوکی، ولی اصلا عذاب آور نبود، رنج نکشید، نه اصلا رنج نبود، یعنی اینجوریه اونجوریه وای چرا الان پشتم درد میکنه نمیتونم وایسم، اصلا نبود. یعنی فقط میپذیرفتم که آره من دردم دارم، آره گلومم مثلا حساسیت دارم، یکم زخم شده، خب اوکی باشه حل، بعد همین تموم شد. ولی ممکن بود خیلی خودم عذاب بدم، یعنی اینقدر به خودم فشار بیارم که این درد چندین برابر کنم، یعنی اینقدر فشار در این حد بگم وای کوفتمون کرد فلان کرد، ولی نبود واقعا، اصلا چه این حسایی در من شکل نگرفت، خدا رو شکر کنم بابتش. یه چیز جالب جالب قشنگ گفت، چه تعبیر درست، این تفاوت بین درد و رنج. ما برای درد به عنوان یک انسان برای درد جا داریم، یعنی فضا داریم، ظرفیت داریم. برای درد کمر برای مثال، برای درد پا، برای دردهای عاطفی حتی. اما کاری که تو زندگی میکنیم اغلب اوقات تبدیل درد به رنجه. توی ادبیات مایندفولنس فکر میکنم تیک نات هان اگر اشتباه نکنم این رو به تیر دوم تشبیه میکنه، میگه تیر اول میخوره بهت، خون میاد، زخمی میشی، زخمم معمولا هیل میشه دیگه. تو سرما هم میخوری، اگه مثلا خیلی دکتر نری و به هوشمندی بدنت اعتماد کنی، بدن همش آخه در حال ریکاوریه دیگه، یعنی همش داره ترمیم میکنه، تو سازوکارش خیلی هوشمنده، خیلی هوشمندتر از این. مثلا ما مثلا با دکتر رفتم میخوایم سرعت بدیم بهش برای مثلا، و میگه که اون شفا هم پیدا میکنه دیگه. حالا یه تیریه و جهان مادی تیر داره، جهان مادی جهان صورت هاست، جهان دو بعدیه، یینگ و یانگ، سیاهی داره، درد داره، آسیب داره. بعد میگه کاری که ما میکنیم اینه که روی اون تیر اوله یه تیر دیگه خودمون میزنیم.
اینو دیگه نمیتونی تموم اینو دیگه جاشو نداری. بعد تیر دوم میکنی، تیر سوم دردش بیشتر میشه. این میشه لوپ باطل. یعنی یه درد تو میکنی رنج میاری روی رنج میاری روی رنج میاری روی رنج. بعد یه جا میبینی تمام شدی، باختی. مثالی که تو چهار میشاف زده بود که حیونا واسه اشتباهشون فقط یه بار تاوان پس میدن، ولی ما آدم ها یه بار اشتباه میکنیم و انقدر این اشتباه رو میریم جلوی خودشون، انقدر رنج میدیم به خاطر همون یه اشتباه به خودمون که تا زندگیمون رو نابود کنیم. این چیزاییه که ما آدم ها فقط انجام میدیم. آره، فقط ما آدم ها اینطوریم. و عجیبه که زنده ایم. یعنی اینکه هنوز بقا داریم ما آدم ها با این حجمه از اضطراب مهران. چون اضطراب خیلی سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه دیگه. دلیل این همه بیماری که الان هست خب همینه. ولی اصلا همین که ما بقا پیدا کردیم خیلیه. و یه چیزی توی کتاب نیروی حال من داشتم میخونم، خیلی جالب بود. میگو ببین نسل آدم ها دیگه نمیتونه بیشتر از این، یعنی اگر بخواد با همین مسیر ادامه بده، با همین فضا ادامه بده، دیگه ما احتمالاً نسل منقرض شه در اثر بیماری ها، ادیکشن ها و تمام اینها. چون نمیشه دیگه. تو نگاه کن چقدر اضطرابه. دقیقا. و شاید مثلا اون شکوفایی و رشد ما اینه که این بقا رو بین این همه اتفاقات عجیبی که اطرافمون هست، این همه کلمات اکسپلور نمیدونم فلان، اون یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه، میره بیرون دعوا، جنگ، این طرف بقا و صلح و درون خودمون پیدا کنیم. یعنی اینا فکر میکنم ما بشر همیشه یا حتما طبیعت همیشه برای بقای خودش تلاش کرده و بقا الان فکر میکنم تو آگاهیه. اینجا داره رقم میخوره. اینجوری بقا پیدا میکنیم، اینجوری تنمون رو شفا میدیم، بدنمون رو شفا میدیم و تصمیم‌های درست میگیریم برای اینکه یاد بدیم، اینو گسترش بدیم برای اینکه دنیایی کم به سمت بقای بهتر حرکت کنیم. بقا در آگاهیه. دقیقا. آره. این اونجاست که تو وقتی میشینی و تمرین میکنی، من وقتی میشینم و تمرین میکنم، من برای من تمرین نمیکنم، من برای ما تمرین میکنم، برای هممونه. یه تحقیقی انجام داده بودن که میدن توی محله هایی که توی آمریکا که مثلا جرم و جنایت زیاده، دزدی هر چیز، همونجا یه جایی برای تمرین بود، ریتریت برگزار میشد. اومدن تحقیق کردن، دیدن که تو اون تایمایی که ریتریت برگزار میشه و دوره های سکوت و خلوت گزینی و اینا برگزار میشه، به طرز عجیبی میزان جرم و جنایت و دزدی در اون محله ها کاهش پیدا میکنه. و چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا اونجاییه که من تو اینجا میشینیم میام قلبو باز میکنیم مهران به شهر، به عزیزانمون، به کشورمون، به کره زمین. چرا؟ چون میتونیم حملش کنیم. این بقاست، بقا در حفظ آگاهی. کاملا با همراه. این جویه دیگه. بعد وقتی به لحظه وصل میشی، میبینی که لحظه خیلی شاده. نمیدونم، حداقل تجربه من این بوده. خیلی. اگرم در لحظه به قول تو دردی باشه، دردهاش براش پاسخه مهران. مثلا میگم درد شونته در لحظه، اوکی، یه چیزی میذاری، ماساژی میدی و جا میدی بهش دیگه. این مثلا درد در این لحظه بارزه. چیزای دیگه وقتی تو در لحظه نیستی، اصلا برای لحظه نیست که پاسخی داشته باشه، برای آینده است. برای مثال فکرای ما در مورد آینده،
حسرت‌های ما از گذشته. خب اصلا اینا مال اینجا نیست که پاسخی براش باشه. چه پاسخی میتونی بدی؟ چیزی که برای این لحظه نیست، چه پاسخی درش هست؟ هیچ. نه این اونجاست که تو میگی همه چی اینجاست. هر پاسخی اینجاست. هر هپینس اینجاست. هر سلامتی اینجاست. هر شادی اینجاست. و در عین حال که خیلی ساده است که داریم میگیم همینجاست، خب الان آدم میگن خب کو؟ نمیتونی نشون بدی که به این هاست. حتی نمیتونی به کلمه بیاری به این راحتی ها. فقط میتونی بگی باید بری ببینیش، باید بری به قول تو پیداش کنی، حتی نه این که کسبش کنی. کسب جاییه که نیست، تو میری به دستش میاری. پیدا جاییه که هست، تو میری اکسپلورش میکنی. آره دقیقاً. حالا شاید مثلا از یه چراغ قوه کمک بگیری، از یه چیزای ابزاری کمک بگیری، ولی در نهایت این تو خودته، تو همین خونه هست. تو خونه است. آره همینجاست. چراغا رو روشن باید کنی، یکم بگردی، یکم وقت بذاری، چند تا نفس بکشی، تنت آروم کنی تا پیداش کنی، تا ببینی کجاست، تا باید بشه آشنا، تا بشه یه صدای آشنا که هر موقع صدا زد سریع بشنوی اینه. اون موقع دیگه اصلا صدای دیگه هیچ معنی برات نمیده، فقط صدای این میشه. و انقدر این حس شادی آوره، انقدر قشنگه. کار یه چیزی که گم کرده بودی برگشته اومده تو بغلت. هیچ بهترین شادی دنیا، بهترین عشق دنیا، یه چیزی که انقدر وارد عشق میشی میتونی ببخشی، میتونی پر کنی همه جا رازی. و این لحظه رو برای همه میخوام. لحظه رسیدن به همین لحظه. چقدر مطابق با پیش بینی هات بود این 3 روز برات. چون خیلی همون با پیش بینی و پیشگویی، با انتظار، چیزایی که پیش بینی میکردی رو برات رو کرد یا بازی خودش رو. نه میخواستم برم قبلش تو پیش بینی اینجوری میشه ولی هی میومد دیگه ذهنم دیگه خیلی شیطونه. همش یه داستانی میساخت، یه قصه میساخت، اینجوری میشه خودت مثلا یه چیزی رو یا مثلا اینجوری میشه، یه همچین حسی رو دست میده. از این احساس، از این فکرایی که اصلا ربطی نداره به اصل داستان، فقط همش توش تو رو میندازه توی شک و توی دودلی و توی بیشتر فکر کردن و تو رو دور کردن از اون موقعیتی که الان اطرافت هست. و قبل اومدن هی سعی میکردم خودم آروم کنم، چیز خوب گوش بدم، نفس خوب بکشم که بگم بیشتر بمونم، بیشتر حضور داشته باشم، لحظه رو تجربه کنم. ولی نه، اصلا شبیه اون پیشگوییام نبود واقعا. بیشتر شاید مثلا پیشگویی من یکم اولش مثلا لذت زیاد توش میبرد و نمیدونم این چیزا میبرد، ولی مثلا اینجا یه حس اومد، یه حسی که خیلی فرق میکرد با اون لذت و با نمیدونم کیف کردن در همون لحظه. نه خیلی احساس بهتری بود، خیلی. یعنی من خیلی ذهنم داشت کار میکرد موقعی که تو سکوت بودم، خیلی، یعنی اصلا یه سره بود. بعد برای همین من خیلی تونستم تشخیصش بدم، یعنی انقدر بود، انقدر من داشتم میدیدمش که چقدر این هست، چقدر هست، یعنی اصلا بیخیال نمیشه. یک کم بذار من باشم. و اونجا که خودم میومدم میفهمیدم، اونجا که اون قدرت درون من بود، اونجا که این سلف نبود، این میفهم، انقدر اون خودش رو نشون میداد به من تو این سکوت که من خیلی راحت میتونستم اون چیزی که یه صدای متفاوت رو پیدا کنم، یه حس متفاوت رو پیدا کنم. ما خیلی طول میره. شاید این فضا واقعا به من کمک کرد، اینجا تو کمک کردی که من اینو پیدا کنم، این تمرین‌ها به من کمک کرد که من تو این سکوت، تو این
اون رو پیدا کنم، اون اصل رو پیدا کنم از میونه این همه صدا. خیلی صدا بود. آفرین. خیلی صدا بود. آروم قرار برام نداشته بودم، ولی وقتی می اومد درسته که کم می اومد، ولی میتونستم بفهمم که چیه کدومه. هرچقدر بیشتر تمرین میکنی به قول تو اون صدا رو سریعتر پیدا میکنی. آره. میفهمی چی ذهنه. آره تشخیص میدی. تشخیص میدی که این من نیستم، ذهنه. آره. سکوت، این واقعا معجزه سکوت. آره. معجزه است سکوت، یک معجزه است. یک استاد خیلی بزرگ اصالت رو نشونه بود، خود اصیل رو، من برتر رو، حالا هر کسی اسم براش بزن. اینطور اینا فکره، اینا احساسه، اینا از یکی شدن با فکر جدات میکنه. آره خیلی سخته ها، خیلی سخته، چون خیلی صداست. خیلی. من همیشه میگم ببین سخت، خیلی سخته، خود در این آسونی، اما سخت‌تر از ندیدن نیست. ندیدن خیلی سخت‌تره چون رنجه. اصلا من فکر میکنم رنجه رو این برات ایجاد میکنه که ببینیش. منو ببین دیگه، این همه دارم مثلا دارم مقاومت ایجاد میکنم، استرس بهت میدم فقط به خاطر اینکه منو ببینی. برگردی. هر کس هم یه مدل برمیگرده. حالا یه وقتایی ما خودمون آگاهانه کانشس اینطوری برمیگردیم، یه وقتایی واقعا با سیلی برمیگردیم دیگه، با شکستای مثلا مالی سنگین، ورشکستگی، بیماری، چون با برگردیم. کار نمیتونی بکنیم. معمولا اکثرا با سیلی برمیگردیم. آره و این حیفه. آره این حیفه، خیلی حیفه. یه وقتایی هم لازمه دیگه. نیاز انگار باید یه چیزی، یه چکی بیاد تا برگردیم. لازم اگه برگردیم میزنه باز میریم. آره میریم. یه 3 دور میچرخیم و یه مثلا یه هفته اوکی دوباره همون آشم، همون کاسه، همون زندگی، همون صدا. آره دوباره صداها میان. و سخت‌ترین قسمتش اگر بشه اصلا، چون ما همیشه میگم ما خیلی کار سختی داریم میکنیم که بعد از سکوت کلمه میشیم، بعد اینکه کلمه خیلی توش چیز سوء تعبیر در کلام زیاد. آره نمیدونم حالا اصلا بشه سخت‌ترین اسم گذاشت روی همچین تجربه هایی، ولی سخت‌ترین مومنت اگر الان چی برات میاد؟ کدوم لحظه خیلی سخت بود تو این سفر؟ من شروع حرف زدن خیلی حرف زدم، باز برم تو کلمات دیدین؟ خیلی کم، اولش خیلی سخت بود شروع کنم حرف زدن. یعنی یه حسی بود که میگم یکم بیشتر بمون، چند تا نفس دیگه بکشم. سخت‌تر از همش این بود. حالا کلافگی شاید داشتم ولی سختی اینجا بود. جالبه باید بگم واسه منم سخت‌ترین لحظه همینه، چون تجربهش میکنم خودم. یه چیزی رو پیدا میکنی مهران که شبیه همون دوست قدیمیه و حالا نمیخوای ولش کنی به این راحتی ها. یه سکوتیه، انگار یه آرامشیه، نمیدونم چیه، حتی واقعا نمیدونم چیه. اون مثل اینکه مثلا دستش رو شونهاته و دستشو برجی بیرون یه همچین چیزیه. ولی کنارت هست. خب و همینه دیگه. ببین من فکر میکنم که
اصلا مهارت شاید همینه. حداقل برای من که بازی همین بوده که تو میری اون بیرون یه سری بازی ها رو انجام میدی و اون هست، میدونی؟ یعنی این اونجاییه که تو سفر به سکوت و تاریکی رو میبری تو شهر از جنگل. هر لحظه که داری صحبت میکنی مکس و سکوت رو بهش کانکت میشی. یعنی اینطوری بازم این نیستش که کلمه سکوت، شلوغی خلوت، روشنی تاریکی، انگار یه جایی هست که اینا همه با همه. کلمه اصلا از دل سکوته، سکوت بیسه، از توش کلمه میاد بیرون. حالا چه جوری میشه که این مهارت رو انگار لرنینگ، تمرینه، باز کردن این ظرفیت هست که من همین الان که مهران دارم با تو حرف میزنم سکوتم رو حفظ کنم. you know؟ همین الان که در شلوغیم خلوتم رو حفظ کنم و این خیلی تمرین میخواد. آره، یعنی ما تمرین میکنیم که یاد بگیریم که اینو تو قسمت‌های مختلف زندگیمون بست بدیم. این مهارت اینه، بازی اینه. بچه ها وقتی میان اینجا همش اینطوره که مریم یه هفته ایشو بذار، مثلا مریم 5 روزه بذار. قبل از اینکه بیایم احتمالا خیلی که ترس دارن فکر میکنن که تو مثلا روز سوم جوری که فرار برم مثلا شهرم، در صورتی که نه، این میخوای بیشتر باشه. من آره یه جایی بازی برامون این هست که ببندیم کلن در رو 1 ماه بریم، یعنی فقط بریم در سکوت و با سکوت ملاقات کنیم و همیشه خوبه به این دعوت پاسخ بدی، چرا که نه. ولی یه وقتایی هم همچنان بازی اینه که در شلوغی در خلوت باشی. بازی هر کس فرق میکنه، یه ویژن هر کس متفاوت. اگر هنوز تو شهر کار داریم، در شلوغی کار داریم، هنوز در کلمه کار داریم، راهش اینه که سکوت رو در کلام پیدا کنی، خلوت رو در شلوغی پیدا کنی. تا اگر یه زمانی اصلا بازیت این بودش که بری هند و کلن تا همیشه در سکوت باشی، بری، چرا که نه. تا همیشه اصلا بری در یک معبدی زیست کنی، اینا فعلا که بازی نه. برای خودم، برای من از شهر اومده اینجا ولی کانکشن هنوز هست. هنوزم یه وقتایی دلم میخواد واقعا اینطوری هم که بابا یه صدایی از اون درون میگه اصلا برو و ببند، هیچ کانکشن هیچی، انقدر این لذت بخشه. اینجا اونجایی که به اینم نمیچسبی، یعنی به سکوت هم نمیچسبی. let it go. آره و بذار اونم بره، چون میاد به قول تو رفیقته وایساده، اصلا هست. اما این پرنده ها میخونن سکوت اینه. فکر میکنم مثلا وقتی که خیلی توی شلوغی هستیم، توی شهر هستیم، توی ارتباط با آدم ها هستیم، خیلی نیاز زیادی داریم به این که تو سکوت باشیم. یعنی خیلی مهمه اون وقتی که صبح برای تمرین به خودمون اختصاص میدیم، فضایی که به خودمون میدیم قدرت رو دوباره به ما برمیگردونه برای مواجهه، برای روبرو شدن، برای اینکه این لبخند و شلی فک و صورت و چشم‌ها رو بتونیم در طی روز حفظ کنیم و این حس خوب خوشبختی رو واقعا فکر می‌کنم بتونه بده، حتی موقعی که تو شلوغی باشی. موقعی خب سخته میدونم، ولی یهو تو امواج انرژی های منفی بعضی آدم ها قرار میگیره که اصلا توان ادامه دادن ازت میگیرن، ولی همون لحظه فکر میکنم میشه رفت توی جایی که سکوت نشست، دوباره برگشت با قدرت. چون به نظر من قدرت تو رو هیچکی نمیتونه ازت بگیره،
هیچکی. این چیزیه که تو داری مال توه و اصلا کسی توان گرفتن نداره غیر از اینکه تو رو بکشه. یعنی اینجاست که من فکر می‌کنم بعد اون پیدا کردن اون قدرت توی سطح خیلی لطیف، شاید راجع به قدرت صحبت میکنم ولی خیلی لطیفه، اوج لطافت این قدرت. و اونجا باید مثلا خودمون رو پیدا کنیم، برگردونیم با قدرت به خودمون، اون قدرت و قوت و انرژی رو دوباره ببخشیم به تنمون، به نفسمون، به ذهنمون، برای اینکه بیایم کلمات خوب ببریم به ذهنمون. خیلی مهمه، خیلی مهمه اینکه آقا چی بگیم به خودمون، چی به خودت میگی، اینکه بشنوی صدای قلبت و ذهنت هم ابزاری بشه برای اینکه بیاد همین رو انتقال بده، نه بشه حرفای خودشو بزن. قدرتمون اینجا پس میگیریم، اینجا قدرتمون از ذهن پس میگیریم، قدرتمون از این همه فشاری که از اطراف، این همه کلمات و این حرفا، حجمه هایی که از اطراف بهمون میگن پس میگیریم، خودمون رو پیدا میکنیم و میشیم خالق، میشیم این چیزی که برای خودمون خلق میکنیم، اون نسخه‌ای که خودمون برای خودمون میپیچیم، نه اون نسخه‌ای که دیگه هم برامون پیچیدن. تو خیلی کمکم کردی برای اینکه اینو پیدا کنم، یعنی خیلی خیلی بهم کمک کردی برای اینکه اینو حس کنم، اینو پیدا کنم، اینکه گم نشم این همه حجم از حرفا و صداها و چیزایی که آدما میخوان بقبولن که تو هستی، در حالی که تو خودتی خیلی منحصر به فرد و مال خودت خاص، اصلا شبیه هیچکی نیستی ولی مثل همه. بازپسگیری قدرت. مرسی مهران، دمت گرم. مرسی که چالش کردی و اجازه دادی که کلمشی خیلی ارزشمنده و فکر میکنم که کافیه، یعنی میتونی در سکوت خودت بازپسگیری قدرت رو. موافقم باهات. من امید دارم که همون جمله‌ای که تو گفتی همه تجربهش کن. مرسی.